من به همه روحانیین سرتاسر کشور اعلام خطر میکنم. من به همه ملت اعلام خطر میکنم. به روحانیون اعلام خطر میکنم که اگر چنانچه خدای نخواسته در بین شما کسی است که بر خلاف موازین اسلام عمل میکند، او را نهی کنید و اگر نپذیرفت از جرگه روحانیت اخراج کنید. اگر نکنید این کار را، خدای نخواسته صورت روحانیت که عز اسلام است این را مشوه می کنند و با مشوه کردن صورت روحانیت اسلام به انزوا خواهد کشید. اسلام بدون روحانیت مثل کشور بدون طبیب است. گویندگان شما و دانشمندان شما باید توجه داشته باشند که حوزه ها را با تدبیر، با نصیحت و همینطور جاهای دیگری که روحانیین مشغول کارهایی هستند اونها را با تدبیر و با نصیحت وادار کنند به اینکه خدای نخواسته از اونها چیزی صادر نشد که به دست بهانه، به دست اونهایی که میخوان شما را از صحنه خارج کنند بیفتد و قلمها به کار برد و خدمتهای شما ناچیز و نادیده گرفته بشد و لغزشی اگر در یکی از شما یا در دو تا از شما پیدا شد به حساب روحانیت بگذارند. باید تهذیب بشید، شما خودتون را تهذیب کنید و کسانی که در حوزه ها هستند، اساتیدی که در حوزه ها هستند کوشش کنند که حوزه ها مهذب باشد. و اعلام خطری را که به ملت می کنم این است که جریانی در کار است که روحانیت را کنار بگذارند و جریانی در کار است که شما را از روحانیت جدا کنند و اون کنند به سر ملت که در زمان محمد رضا آمد، منتها به یک صورت دیگری. بیدار بشید ای ملت و بیدار بشید ای روحانیت و بیدار بشید ای دانشگاهیان و بیدار بشید ای کارگران، ای کارمندان، ای بزرگان، ای کوچکان، ای زنها، ای مردها. بیدار بشید و این جریان را خنثی کنید و نگذارید ملت شما و مملکت شما انحراف پیدا کند از اون راهی که شما دارید که راه اسلام و راه خدا و خط رسول اکرم است.